شاید شما هم حس کرده باشید که دیگه فوتبال جذابیت سابق رو نداره. دیگه نه معجزه‌ای تو زمین رخ میده و نه تیمی رو تا سرحد مرگ دوست داریم. البته تقصیری هم نداره. شاید فکر کنیم این کاهش جذابیت به خاطر VAR یا قوانین جدید فیفا باشه. ولی حقیقت اینه که حتی قانون‌های جدید فیفا و VAR هم فقط روند بازی‌ها رو تغییر میده و تأثیری روی تماشایی یا عدم تماشایی بودن بازی‌ها نداره. شاید دلیل اصلیش یه چیز دیگه باشه که اونو تا انتهای ویدیو براتون میگم. ما توی عصری داریم زندگی میکنیم که دیگه نه آکادمی آژاکس بازیکنایی مثل یوهان کرایوف یا پاتریک کلایورت رو پرورش میده، نه مسی، ژاوی و اینیستایی از تیم پایه‌های بارسا بیرون میاد و دیگه نه بکهام، راول، زیدان، کارلوس و رونالدو رو توی یه تیم میبینیم. خیلی فاصله داریم با روزایی که توی فینال لیگ قهرمانان اروپا منچستر با بازگشت رویاییش توی 2 دقیقه قهرمان میشه یا بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن دیوانه‌وار کامبک میزنه. ما نسلی هستیم که با تیم‌های افسانه‌ای مثل بارسلونای 2007، رئال 2006، منچستر 2009، میلان و اینتر 2006 خاطره داریم و دیوارای اتاقمون پر از عکس بازیکنایی که به عظمت یک تیم بوده. شاید بشه گفت تنها دلیلی که فوتبال دیگه جذابیت نداره اینه که دیوانه‌وار نیست. دورانی که ما فوتبال رو به یاد میاریم پر بود از اتفاقات دیوانه‌وار، گل‌های دیوانه‌وار، قهرمانی‌های دیوانه‌وار و کلی لحظات دیوانه‌وار دیگه. مستطیل سبز پر بود از ستاره‌هایی که به اندازه سوپر استارهای سینما محبوب بودن. داویدز با عینک عجیبش، رونالدو با مدل‌موی خنده‌دارش، دیوید بکام با مدل‌موی جذابش، حتی پیتر چک با نقاب همیشگی روی صورتش. اینا کلی بازیکن دیگه بازیگرای فیلمی بودن که ما عاشقش بودیم. با پیشرفت تکنولوژی تو فوتبال، همینطور پیشرفت تفکر تاکتیکی مربیات، تیم‌ها نتیجه گراتر شدن و فوتبال منطقی رو به نمایش میذارن. ولی از طرف دیگه خبری از تکنیک‌های انفرادی بازیکن‌ها و فوتبال فانتزی نیست و همین مسئله تا حد زیادی از محبوبیت فوتبال رو کم کرده. در فوتبال تا حدودی تبدیل به صنعت پولساز شده تا ورزش گروهی. حتی تبعات این مسئله گریبانگیر خیلی از تیم‌های محبوبی که میشناختیم هم شده و باعث شده به حد زیادی از محبوبیت این تیم‌ها کم بشه. تیم‌هایی مثل اینتر میلان، آس میلان، روم، منچستر یونایتد، چلسی، آژاکس، تیمایی که ما فوتبالی‌ها باهاشون خاطره داریم و روزگاری بزرگترین فوتبالیستای دنیا مثل رونالدو، رونالدینیو، پاول ندوید، آدریانو، دروگبا و کلی بازیکن دیگه توشون بازی می‌کردن. ولی الان به روزی افتادن که گاهن بازیاشون حتی تو تلویزیون هم پوشش خبری نداره. و یه سریاشون جاشون رو دادن به تیم‌هایی که واقعاً تاریخچه و اصالت زیادی ندارن. و این مسئله به تنهایی سهم زیادی رو تو کاهش جذابیت فوتبال داره. بخش عظیمی از جذابیت فوتبال رو طرفداران تیم‌ها ایجاد میکنن. در امروزه با افول خیلی از تیم‌های بزرگ، طرفداراشون دیگه شور و انرژی ندارن و همین هم میتونه باعث کاهش جذابیت فوتبال شده باشه. What a goal from Nani! پول شاید این روزا یکی از دلایلیه که باعث شده جذابیت فوتبال کم بشه. ابزاری که باعث شده فوتبال از قاره اروپا به خاورمیانه و امریکا کوچ کنه. پولی که باعث شده ال کلاسیکو بدون رونالدو و مسی باشه. حتی باعث شده دیگه مثلث MSN و BBC رو بار دیگه تو زمین نبینیم. پولی که رونالدو و نیمار و مسی رو مجبور به پوشیدن عبای عربی کرده. پولی که باعث شده فوتبال دیگه فوتبال نباشه. قطعا پولای زیادی که داره به فوتبال تزریق میشه باعث شده که فضای فوتبال تبدیل به این مارکت بشه و بیشتر بازی‌ها و بازیکن‌ها جنبه تبلیغاتی داشته باشن. مطمئنا بازیکن‌ها با وجود مبالغ سنگین دریافتشون دیگه براشون فرقی نمی‌کنه رو نیمکت باشن یا بهترین عملکردشون رو وسط زمین به نمایش بذارن. شاید نسل الان یادشون رفته که فوتبال یه هنره. هنر به حرکت درآوردن توپ و رسوندنش به تور دروازه.
از طرفی هم با پیشرفت رسانه و فضای مجازی و سرمایه‌گذاری‌های زیادی که روی فوتبال به عنوان مارکت تبلیغاتی میشه، دیگه فوتبال ذات اصلی خودش از دست داده و تبدیل به شو و نمایش تبلیغاتی شده که این برای فن‌های فوتبال خوب شده ولی برای عاشقان فوتبال هیچ جذابیتی نداره. اگه از ویدیو امروزمون خوشتون اومد حتما ویدیوی عربستان سبز رو هم ببینید. خالی از لطف نیست.